سلام بینندگان عزیز. امروز چهارشنبه 29 مارس است. من زرانگیز نوروزشاه با جمع همکاران از دوشنبه و پراگ نشر نوی اخباری آزادی را تقدیم میکنیم. توجه کنید به سرخط موضوعها. بالوروی به قول ساکنان به اساس نرخ بازار مخصوصا در رمضان خریداران را عصبانی کرده است. آنها نظارت نرخ را طلب دارند. امی کم ترک نظارت کنن ارزونی. آخه 160 تومان پنسه میگیرم. چی بگیرمش چی بخرمش. دوزندگی به جای تحصیل در دانشگاه، دختران محروم از تحصیل در مکتب‌های عالی افغانستان هنر می‌آموزند تا روزگار خود را پیش برند. و زمین خالی مرکزی دهه مرغور بالاخره مکتب می شود یا خانه استقامتی. ساکنان از ترس زمین را پاسبانی می کنند. برای همون چاسکه تقسیم کردن می آمدن، ما که خلق می خستیم چیزاشون رو جمع می کردن می رفتن. از آغاز ماه رمضان یک هفته گذشت و نرخ بلند سبزیجات و مواد دیگری غذایی در بازارهای کشور مردم را که برای افطار آمادگی خاص می‌بینند ناراحت و عصبانی کرده است. خریداران مخصوصا در این ماه تاجران را به رعایت انصاف دعوت می‌کنند. سریناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین به بازار رفتند و سبب بالوروی نرخ و نوا را در رمضان پرسیدند. قیمت بلند سبزیجات و مواد خوراکی دیگر این مشتری را عصبانی کرده است که تاجران را به رعایت انصاف دعوت می‌کند. سعیدی ساکن دوشنبه بازنشسته است و از شنیدن نرخ قلمفور بلغاری که 80 سومانی شده است به حیرت افتاد. نرخ به حد قیمته. امی کم ترک نظارت کنن ارزونی. آخه 160 تومان پنسه میگیرم. چی بگیرمش چی بخرمش. قیمت سبزیجات به مثل پمیدور و بادرنگ از 25 تا 30 سومانی رسیده است که در تاجیکستان غیر عادی به نظر می رسد. نرخ دیگر محصولات نیازی اولیه نیز به گفته ساکنان گران شده است. قیمت ها در بازارهای دوشنبه و دیگر گوشه های تاجیکستان مثل همیشه با فرا رسیدن ماه رمضان بالا می روند چون تقاضا به آن زیاد می شود و این بالاروی پیش از همه برای فقیران و کم بضاعتان دردناک است. شما بیشتر چی بخره؟ ما می اساسی همون میخریم مغازه حکومتی کم میگیریم 1 کیلو مکرون و برنج میخریم. ساکنان از فروشنده ها گیله می کنند که نرخ را خودسرانه بالا می برند ولی تاجران می گویند کسی از پیش خود و به دلیل قیمت ها را بالا نمی برد. اما بر اساس گزارش برنامه آذوقه سازمان ملل نرخ مواد سوزشواری از جمله بنزین و سلیارکا در تاجیکستان در مقایسه با هفته گذشته به تغییر باقی مانده است. گیله و شکایت خریداران در حالی است که اخیراً دادستان کل گفت سال گذشته 121 تاجر و افراد مسئول را برای بی اساس بالا بردن نرخ محصولات به جوابگری کشیدند. نمایندگان بازارها میگویند نرخ را تنظیم میکنند. تمام نمود محصولاتی که به بازار وارد میشد از طرف ناظران نرخ پرسیده میشد با کدام نرخ تو با بازار وارد میکنی، با کدام نرخ با فروش گذاشته میشی. اگر در حالتی با نرخ امروزه با طلبات ما محصولات وارد میکرده و ما رو خانه نکند و طبق مانیتورینگ که ما گذراندیم این نسبت با ما این محصولات و همین فروشنده نرخ خیلی زیاد گفته است. ما واردات آن نه اینکه فروش آن واردات آن را در بازار منع میکنیم. با گفته اقتصادشناسان ذخیره کمی محصولات غذایی میتواند یکی از سبب‌های دیگری بالاروی قیمت سبزیجات باشد. همین سال سردی سخت بود. از سبب سردی بالا رفتنش بیشتر که اطلاع تاجیک مطلوب بود 15-20% ذخیره های محصولات های آذوقه‌وار چی کارتوشکا چی پیاز چی سبزی همه آنها تلف شدن یعنی که ویران شدن. گروه کاری تأسیس داده شد برای از بین بردن عاقبت های آن. هر سال تا مابین های تا دوم هفته ماه اپریل
همون ذخیره ها رو در بازار میمونه و با فروش میبروردن. مقامات ها اینو همش میدونن، همه گپ اینجا چی گپ شده چی شده است. ساکنان تاجیکستان هر سال از افزایش نرخ مال و محصولات در عرفه ماه رمضان و دیگر عیدها گله میکنند. اقتصاددانها میگویند تا زمانی که حکومت شرایط سخت صاحبکاری خرد و میانه را در تاجیکستان آسان نکند، فراوانی و قیمت‌های معتدل در بازارها را نمیبینید و هر سال هم دعوت‌ها به انصاف و از خدا ترسید را میشنوید. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش‌های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد. دیروز دادگاه عالی تاجیکستان حکم رهایی رهبر یک شرکت ساختمانی را بکار کرد. مشتریان میگویند رهبری شرکت زرما ساختمان 3 دفعه با وعده سپردن خانه ها از بازداشت رها شد، ولی هر بار آنها را فریب داده است. امیر ایسایف و اسکندر فیروز تفصیلات میدهند. سیفالدین کمالزاده رئیس سود شهر وحدت با قرار امضا کرد که باید عدالت را برقرار کند. این کار در حضور مشتریان شرکت زرما ساختمان و خبرنگاران رادیو آزادی انجام داده شد. رئیس شرکت شرف میرزا رجب بازداشت خواهد شد. بار چهارم. مشتریان که نزدیک به 20 نفرند میگویند بارهاست شرف میرزا رجب وعده میدهد اما اجرا نمیکند. وقتی که مرا باور کنونی شرطنامه کرد و درش قرضای کش بکلا گرفت، وقتی که بر اومد اینا که ماه آگوست بده، آگوست 15 آگوست بر اومد، گفت که تو 4 اکتبر تو 4 اکتبر دوما میسپرم. نه که همی بر اومدگیش بر اومد دیگه قطعی یگان کس در تماس نشید، کاری یگان کس حل نکرد. از جانب دیگر جنجال راهبر شرکت زرما ساختمان شرف میرزا رجب پرسیدیم چرا 6 سال به این سو وعده هایش اجرا نمیشوند. ما اکا همی بینوده کتی صاحب زمین یا 2 تا مشکلات داشتیم، این زمان اوایل برطرفی کردیم. بعدای یکم اپریل ساختمان ما سر میشه. اونجا در 17 تا جی تلی هست ما همش روی خطاشون داریم، همشون کتی صحبت کردیم و مبلغ اونها رو میتیم که و 50-40 هزار سوم سپردگی نکرد. دوم از در مدت 2 ماه 3 ماه تقریبا 2 اتاج دیگه مونده بینا تمام. 4 اتاج دیگه 3 ماه. ولی اجرا نشدن نقشه ساختمان یگانه مشکلی بین شرکت و مشتریانش نیست. اندری مایسینکا یکی از مشتریان میگوید خانه‌های هنوز ساخته نشده یک بار به چند نفر فروخته شده‌اند. نه دو شهرنامه داره. هر دومان یک شای. همو کالخوز رسیب دگیش قطعی نیما یک اتاجش از 4 کвадрата. یعنی با 2 کس فروختگی است. همو یک خونه را دکازده. شهلا عبدالله و مشتری دیگری شرکت ساختمانی زرما ساختمان میگوید که شوهر مرحومش برای خریداری منزل به این شرکت پول سپرده بود. شوهر من زنده بود، من در خونه فیرود کردن $6,000 ایما گرفتگن. ای شوهر من دیگه کس قرض گرفتیم، شوهر من دادم، همین خیلی منکدگه. ما چیکار کنیم که جو برام؟ من آدمی سرمعمار شهر وحدت در صحبت بدون ثبت ویدیویی برای آزادی گفت که از فعالیت شرکت ساختمانی زرما ساختمان خودش نیز به داد آمده است، زیرا از مشتریان ساختمان بینای استقامتی در کوچه گگارین می باشد. و نیز امیدوار است که قرار اخیر دادگاه بابت بازداشت شرف میرزا رجب مشکل نزدیک به 20 خانواده را حل خواهد کرد. گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. منع ادامه تحصیل در افغانستان اکثر دخترانی را که با آرزوهای زیاد در اختصاص دلخواه خود می‌خواندند وادار کرد نقشه‌هایشان را برای آینده تغییر دهند. با وجود تنقیدهای بین‌المللی، طالبان تا به حال تصمیم خود را در مورد منع کار و تحصیل زنان بکار نکردند. مومین احمدی از سرنوشت دختری افغانی قصه می‌کند که به جای تحصیل در دانشگاه اکنون دوزندگی می‌کند. فرزانه نیم سال می شود که در این کارگاه دوزندگی کار می کند. این بانوی 26 ساله در سال 4 دانشگاه از روی اختصاص زبان و ادبیات فارسی تحصیل داشت. اکنون ناچار دوختن لباسهای زنانه را می آموزد. هرچند آرزوی بزرگترین خود یعنی ختم تحصیل در دانشگاه را گم نکرده است. سال آخر ما نه همگی ضایع شده، می رقم بیز تمام این استعدادهای دخترها به می جا همگی به می زیر حکومت طالب ضایع شد. تو علاقمند هستیم درس بخونیم ولی دانشگاه بسته شد، ان شاء الله هم که واز بشه و دوباره ما
زحمتی که بکشیدیم نتیجه بگیریم از زحمت. این کارگاه در مرکز ولایت غور واقع است. مالک آن میگوید 7 کارآموز دارد. اکثریتش خوانندگان و دانشجویان می باشند که ادامه تحصیل برایشان منع شده است. بخش دیگر را زنانی در گذشته خانشین تشکیل می کنند. تمتون هستن، دخترای مکتب هستن. کسانی که سنف 12 بوده که حالا دست نخوندن میان، کسانی که تمتون بوده، بعضانی که از خانگی هم هستن. لباس های کارخانه در این دکان بازار به فروش گذاشته شدند. ما روزانه روزی حداقل 10 جور 15 جور لباس فروشات داریم. بر علاوه فروشات اینجا ما از طریق چی واتساپ و فیسبوک هم ما چی داریم فروشات داریم که ما سفارش میدیم. حکومت طالبان وعده داده بود که سال جاری در این مکتب و دانشگاه ها را برای دختران باز میکنند. اما با پایان تعطیل زمستانه در افغانستان پسران دانشجو به دانشگاه ها برگشتند، ولی دختران همچنان از حق تحصیل محروم ماندند. نمایندگان گروه میگویند از بس که دختران افغان درست حجاب نمی پوشیدند و با مرد محرم به دانشگاه نمی آمدند، از حق تحصیل محروم کرده شدند. در تاجیکستان هم تحصیل و مخصوصا تحصیل دختران اگرچه من نیست اما مشکلات خود را دارد. در یک دهه ناحیه همدانی خواننده ها از بی مکتبی مجبورند برای تحصیل به ده همسایه بروند که راهش دور است. این مشکل بین ساکنان و مقامات محلی برای یک پارچه زمین خالی بحث به میان آورده است. مردم که تلاش دارند در این زمین مکتب بسازند حالا میترسند که آن از دستشان گرفته می شود. ادامه موضوع در گزارشی محمود جان رحمتزاده. یک پارچه زمین خالی در دهه مرغوبی ناحیه همدانی. بعضی ها تشنه خانه سازی در اینجایند. ساکنان اطراف در تلاش بنیادی مکتب. وقتی که خیلی مشکلات های دهه بسیار به توور مقصد سویت نداشتیم، سویتامون حل شد، راهامون به ظهور اساس کردیم. بعد شنیدیم که جرا جایی چسکه دادن. بعد برای امو چسکه تقسیم کردن می آمدن، ما که خلق می‌خواستیم چیزاشون جمع می‌کردن می‌رفتن. این سنگ را هم کسی برای ساختن خانه آورده است. مردم میگویند زمین را برای مکتب نگه می‌دارند. حالا کودکان مرغاب تا 2 کیلومتر راه را گذشته به مکتب دهه همسایه می‌روند. میگویند از یک سو راه دور است، از طرف دیگر در یک میز تا 3 نفر می‌نشینند. این مکتب بسیار خرد می باشد. برای 300 نفر خوانندگان تشکیل کرده شده است، اما در این مکتب از 300 نفر زیاد می خوانند. برای جای نشست، درس تیار کردن بسیار تنقیصی میکشیم. با وقتی که علاوگی میخواستیم برویم خانه دانش خود را صیقل دهیم، متاسفانه برای ما همه شرایط مهیا نبودند. در مکتب رقم 44 کودکان 2 دهه تحصیل میکنند. خوانندگان میگویند برای صاحب میز و کرسی شدن باید 1 ساعت پیش به درس رفت. یه خیلی طلبامون در چی خمسته درسش تیار میکنه، بعد طلبامون میگه بیا دبار میشه جوان تنگه، بعد در جو چی خمستن چی میکنه. در حکومت ناحیه همدانی مشکل را تصحیح کردند. مدیر شعبه معارف گفت در ده مکتب میسازند، اما دقیق نگفت که زمین همین پارچه بحثی است یا در جای دیگر. زمین مکتب در پروژه کردنش قرار بود. زمین اگر که تقسیم کاوشان مقامات اجرایی چیز ندرست است، زمین جدا کردگی پرونده زمین اونجا شده در شعبه مورد پرونده قد سرتیفیکات هست. فقط اون ساختمون باید از وزارت معارف قطعی با کلیش دیسپلینی قطعی نقشه گرفتنی هست که این ساختمون تقسیم زمین برای ساختن خانه و انشاءات دولتی در منطقه های تاجیکستان چند سال باز به یک موضوع داغ و بحثی تبدیل یافته است. مثل ساکنان دهه مرغاب که نمیدانند در این پارچه زمین بالاخره خانه بسازند یا مکتب. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی کویت با حساب 1-2 مغلوب شد. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی کویت و تاجیکستان شب 28 و 29 مارس در ورزشگاه بین المللی جابر الاحمدی شهر الکویت برپا گردید. برنامه را اینجا به پایان میبریم. برای همراهی از شما سپاسگزاریم. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و نکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار شما.